امروز اومدیم ببینیم میتونیم یه قاب شفاف زرد شده رو سفید کنیم یا نه. برو بچا وسایل آوردم. اینم که اینجا هست، این از قاب که این میبینید دورش زرده میذاریم اینجا. خب اول کن نمیزین. خب چند میگه بزنم اکثر کدوم میگم این خیلی سیگار داره خیلی بالا سیگار داره حالا که چی شده تاش واسه میاد اینا چی شد. خب ما گفتیم من بیارم باشه. خب انا گوش بخوره رفتم من گوش فکر کنم میذارم 5 ساعت میذاریم توی محلول بمونه تا ببینیم چه اتفاقی میفته. بریم تا 5 ساعت. نتیجه نهایی که احساس میکنم یه خورده بهتر شده دورش. تو تصویرم اگه بگیرم همونجوری که میبینین یه خورده احساس میکنم تمیزتر شده دورش و فکر نمیکردم حتی همین قدم تمیز بشه. از چیزی که فکر میکردم بهتره، ولی خب قطعا مثل روز اولش نشده. من حالا دستمال بگیرم پشتش بهتر معلوم میشه.